حامد و مصلي و بعد به هدف بهبود نظم ترافیک در سطح کشور و همچنین جلوگیری از حوادث ترافیکی، وزارت امور داخله مقررات تازه‌ای را در خصوص وسایط نقلیه خلاف دست افغانستان وضع نموده است. در قدم نخست، مالکین موترهای دست راست که قبلا استیکر دریافت کرده اند جهت اخذ نمبر پلیت و جواسیر موقت به ادارات ترافیک در مرکز و ولایت کشور مراجعه نمایند. نکته دوم، آن عده موترهای خلاف دست افغانستان که فاقد ثبت و استیکر اند هرچه عاجل وسایط خیش را از شهر کابل کاملا خارج ساخته و در مدیریت های ترافیک ولایت مربوط ثبت نموده و استیکر دریافت کنند. نکته سوم، ورود موترهای دست راست جدید به شهر کابل کاملا ممنوع می باشد. تنها وسایطی که قبلا در کابل استیکر شده اند می توانند برای اخذ نمبر پلیت موقت وارد کابل گردند. نکته چهارم، وسایطی که در یک ولایت استیکر یا نمبر پلیت دریافت می کنند تنها حق گشت و گذار در همان ولایت را دارا می باشند و اجازه تردد در سایر ولایت کشور را نمی داشته باشند. باید گفت که مقررات و محدودهای بیشتری در این خصوص وضع خواهد شد. به همین دلیل از هموطنان خویش خواسته می شود که از خریداری این گونه موترها خودداری نمایند. مالکین محترم باید این مقررات را جدی مراعات کنند، در غیر آن با برخورد قانونی پلیس مواجه خواهند شد.